5 تا نکته طلایی میخوام بهت بگم که هندپیست بدون مشکل تا سالهای سال برات کار کنه. با من همراه باش. نکته اول فشار یونیت و کمپرسور هست که باید همیشه تنظیم باشه. لطفاً از تکنسینتون بخواید که این مورد رو براتون چک کنه. مورد دوم فشار دست دندان پزشک. دوستان عزیز باید هندپیست رو مثل یک خودکار و قلم دست بگیرن و از فشار بیش از اندازه به دستگاه خودداری بکنید. مورد سوم استفاده از فرزهای نو است. لطفاً برای صرفه‌جویی از فرزهای کهنه استفاده نکنید و همچنین انتخاب فرزهای مناسب بسیار مهمه. برای کات کردن کرون از فرزهای دورمشکی استفاده کنید، چرا که از فرزهای دورسبز و دورآبی اگر استفاده کنید مجبورید فشار زیادی به دستگاه بیارید و کارتریج درون هندپیستون رو خراب. بعدی استفاده بی‌وقفه و طولانی مدت از هندپیستون هست. بهتره در تراش‌های طولانی مدت هر از 2 دقیقه یک استاپ، یک وقفه استراحتی به هندپیستون بدید. مورد آخر که همتون بلدی روغنکاری مناسب هست، از انتهای دستگاه و از جلوی دستگاه، به طوری که چرخ دنده ها به چرخش در بیاد و روغن کامل از دستگاه خارج بشه. ممنون که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید. اگر سوالی داشتید حتما در دایرکت با من در ارتباط باشید. ممنونم.